کتاب زندگی در پیش رو، بخش 18. در زدند. رفتم باز کردم. مردکی بود ریزنقش و غمگین‌تر از حد معمول، با دماغی دراز و سر پایین و چشمهایی مثل بقیه چشمها اما وحشت زده تر. رنگش خیلی پریده بود، عرق کرده بود و نفس نفس میزد. دستش را روی قلبش گذاشته بود، البته نه به خاطر احساسات، بلکه به خاطر این همه پله که برای قلب بدترین چیز بود. یقه کتش را بالا برده بود و برخلاف خیلی از تاسها اصلاً مو نداشت. کلاهش را به دستش گرفته بود، مثل اینکه میخواست ثابت کند کلاهی هم دارد. نمیدانم از کجا آمده بود، اما هرگز کسی را ندیده بودم که این همه بی‌اطمینان باشد. مرا با وحشت نگاه کرد و من هم با همان حالت نگاهش کردم. قسم میخورم که کافی بود آدم چنین قیافه‌ای را یک بار ببیند تا حس کند الان از هر طرف بلا به سرش میریزد. خیلی وحشتناک بود. منزل روزا خانم همینجاست؟ در این جور موارد باید محتاط بود، چون هیچ ناشناسی محض خوشحال کردن آدمی 6 طبقه را بالا نمی آید. خودم را زدم به در خریت چون اقتضای سنم بود. کی؟ روزا خانم. به فکر فرو رفتم. در این جور مواقع باید وقت را کش داد. من که نیستم. آهی کشید، دستمالی درآورد، پیشانیش را پاک کرد و بعد همان کار را از آن طرف کرد. گفت: من آدم مریض حالی هستم. بعد از 11 سال از بیمارستان مرخص شدم. 6 طبقه را بدون اجازه دکتر بالا آمدم تا پسرم را قبل از مرگ ببینم. این حق من است. قوانینی هم برای این کار هست. حتی وحوش همین حق را دارند. میخواهم کمی بنشینم، استراحت کنم و پسرم را ببینم. همین. آیا منزل روزا خانم اینجاست؟ 11 سال پیش پسرم را به روزا خانم سپردم. رسید هم دارم. در جیب کتش گشت و یک کاغذ چرک و کثافت به دستم داد. تا آنجایی که میتوانستم خواندمش. این فسقل سواد را هم از آقای حامیل دارم که همه چیزم را بهش مدیونم. بدون او هیچ چیز نبودم. از آقای قادر یوسف بابت پیش پرداخت برای محمد کوچولو، مذهب مسلمان، در تاریخ 7 اکتبر 1956 مبلغ 500 فرانک دریافت شد. یهو تکان خوردم. ما در سال 70 بودیم. فوراً حساب کردم 14 سال میشد. نه نمیشد من باشم. روزا خانم حتما در بلویل محمد زیاد داشته. محمد چیزی نیست که پیدا نشود. صبر کنید بروم ببینم. رفتم به روزا خانم گفتم که یه یارویی با قیافه کریه آمده دنبال پسرش و او فوراً از ترس رنگ از رویش پرید. خدای من، مومو، فقط تو و موسا مانده اید. خب پس موساست. به هر حال یا من هستم یا موسا. غیر از این نمیتواند باشد. موسا در گوشه چرت میزد. از تمام بر و بچه هایی که چرت زدنشان را دیدم بیشتر چرت میزد. روزا خانم گفت: شاید میخواهد از ما باج بگیرد. خب حالا خواهیم دید. من که از اینجور قرمساق‌ها نمیترسم. او هیچ چیز را نمیتواند ثابت کند. من اسناد جعلی قانونی دارم. بگذار ببینمش. اگر گردن کلفت بازی درآورد، برو آقای ندا را صدا بزن. گذاشتم یارو بیاید تو. روزا خانوم به 3 شوید موهایی که برایش باقی مانده بود بیگودی بسته بود. آرایش کرده بود و کیمونوی قرمز رنگ ژاپنی‌اش را به تن داشت. وقتی یارو دیدش، فوراً روی لبه یک صندلی نشست و زانوهایش شروع کرد به لرزیدن. خوب می دیدم روزا خانم هم دارد می لرزد، اما به خاطر وزن زیادش لرزیدنش کمتر به چشم می خورد،
چون لرزشش قادر نبود هیکلش را تکان دهد. اما چشمانی داشت به رنگ قهوه‌ای بسیار زیبا. البته به شرطی که آدم به بقیه چیزهایش توجه نمی کرد. یارو کلاهش را روی زانویش گذاشته بود و نشسته بود لبه صندلی روبروی روزا خانم که توی مبلش جلوس کرده بود. من پشت به پنجره ایستاده بودم تا او کمتر بتواند مرا ببیند. آدم چه می داند؟ من اصلا بهش شبیه نبودم. اما یک رسم طلایی توی زندگی برای خودم دارم و آن این است که نباید احساس خطر کنم. مخصوصاً که به طرفم برگشته بود و با دقت نگاهم می کرد. مثل اینکه دماغی را گم کرده بود و حالا داشت دنبالش می گشت. همه امان ساکت مانده بودیم از بس که ترسیده بودیم. هیچ کس نمی خواست شروع کند. حتی رفتم دنبال موسا چون یارو یک رسید درست و حسابی داشت و به هر حال می باید یک کاریش می کردیم. خب فرمایشتان چیست؟ یارو گفت خانم من 11 سال پیش پسرم را به شما سپردم. خیلی سعی کرد بتواند راحت حرف بزند چون نفسش می گرفت. نتوانستم قبل از این بهتان سر بزنم چون در بیمارستان اسیر بودم. حتی نام و نشانی شما را هم نداشتم. وقتی مرا توی بیمارستان انداختند همه چیزم را از من گرفتند. رسیدتان پهلوی برادر همسر بیچاره ام بود. همانطور که می‌دانید به طرز رقت‌آوری مرد. امروز صبح آزادم کردند. رسید را پیدا کردم و آمدم. اسمم قادر یوسف است و آمدم پسرم محمد را ببینم. میخواهم بهش سلامی بکنم. روزا خانم آن روز حواسش حسابی جمع بود و همین باعث شد که نجات پیدا کنیم. میدیدم که رنگش پریده، اما باید خوب بشناسیدش تا متوجه رنگ پریدگیش بشوید، چون با آرایشی که کرده بود آدم فقط رنگهای قرمز و آبی میدید. عینکش را که از هر چیزی بهتر بهش میآمد به چشم زد و رسید را نگاه کرد. داشتید چه میگفتید؟ یارو گریه‌اش گرفته بود. خانم من مرد مریضی هستم. روزا خانم با لحنی مؤمنانه گفت کی نیست؟ کی نیست؟ و حتی چشمانش را با حالتی به آسمان بلند کرد که انگار دارد شکر می کند. خانم اسم من قادر یوسف است. پرستارها یویو صدایم می کردند. پس از ماجرای غم‌انگیزی که توی روزنامه ها چاپ شد و من اصلاً و ابداً تقصیری نداشتم 11 سال بیمار روحی بودم. ناگهان به یاد این موضوع افتادم که روزا خانم همیشه از دکتر کاتز میپرسید که نکند من هم مرض روحی داشته باشم یا مرضی ارثی. به هر حال مهم نبود. من که نبودم. من 10 سال داشتم. 14 سالم که نبود. گوهشان بگیرند. گفتید اسم پسرتان چه بود؟ محمد. روزا خانم طوری به او خیره شده بود که ترسم بیشتر شد. نام مادرش یادتان مانده؟ دیگر حس کردم که یارو دارد جانش در می رود. رنگش سبز شد، فکش پایین افتاد، زانوهایش شروع کردند به بالا و پایین جستن و اشک از چشمانش سرازیر شد. خب خانم شما خوب می دانید که من مسئول اعمال خودم نبودم. از این بابت برایم گواهی هم صادر کردند. اگر دستم این عمل را مرتکب شده من خودم تقصیری ندارم. در آزمایش هم معلوم شد که من سفلیس ندارم. اما پرستارها میگویند که همه عرب‌ها سفلیس دارند. من آن کار را در لحظه جنون کردم. خدا روحش را بیامرزد. الان خیلی مؤمن شدم. هر ساعت برای آمرزش روحش دعا میخوانم. با آن شغلی که داشت محتاج اینجور دعاها هم هست. آن کار را از روی حسادت کردم. آخر فکرش را بکنید. روزی 25 نفر خدمتش میرسیدند. بالاخره حسادتم گل کرد و کشتمش. اما من مسئول نبودم. 1000 تا دکتر فرانسوی معاینه هم کردند. حتی بعدش هیچی یادم نمانده. دیوانه‌وار دوستش داشتم. نمیتوانستم بدون او زندگی کنم.
روزا خانوم پوزخندی زد. هرگز ندیده بودم اینطوری پوزخند بزند. چیزی بود، نه، نمی شود تعریفش کرد. وحشت کرده بودم. آقای قادر، البته که نمی توانستید بدون او زندگی کنید، چون سالها بود که عایشه روزی 1000 چوب برایتان کاسبی می کرد و چون می خواستید بیشتر برایتان کار کند او را کشتید. یارو جیغ کوچکی کشید و زد زیر گریه. اولین بار بود که دیدم یک عرب گریه می کند، البته به غیر از خودم. از بس که قضیه برایم مهم نبود دلم به حالش سوخت. روزا خانوم یک دفعه آرام شد. از اینکه توانسته بود از پس یارو بر بیاید کیف کرده بود. خلاصه حس کرده بود هنوز زن است. خب آقای قادر، سوای این قضیه حالتان چطور است؟ یارو صورتش را با دستش پاک کرد. دیگر حتی قدرت این را نداشت که دستمالش را بیرون بیاورد. دستمالش خیلی دور بود. حالم خوب است روزا خانم. همین روزها هم از دست قلبم میمیرم. روزا خانم با مهربانی گفت مازل توف، که به زبان یهودی یعنی بهتان تبریک میگویم. متشکرم روزا خانم. میخواهم پسرم را ببینم. خواهش میکنم. آقای قادر، شما 3 سال به من بدهکارید. 11 سال است که هیچ خبری از خودتان نداده اید. یارو کمی از جایش پرید. خبر؟ نگاهش را به آسمان که در انتظار همه امان است دوخت و گفت خبر. با هر بار حرف زدن از روی صندلیاش می پرید، مثل اینکه بدون هیچ عزت و احترامی بهش درکونی می زدند. خبر؟ دارید مسخره می کنید، آره؟ روزا خانوم برای مطمئن کردنش گفت نه، اصلا قصد مسخره کردن ندارم. شما بچه‌تان را عین یک زنده ول کردید و رفتید. آخر من حتی اسم و نشانیتان را هم نداشتم. رسید پهلوی دایی عایشه در برزیل بود. من هم که حبس بودم. امروز صبح بیرون آمدم. رفتم پهلوی زن برادرش در کرملین بیسرت. همهشان مرده بودند. غیر از مادرشان که بعضی چیزها کم و بیش یادش بود. رسید مثل مادر و فرزند سنجاق شده بود به عکس عایشه. خبر یعنی چه؟ روزا خانوم با مهربانی گفت یعنی پول. خانوم انتظار داشتید از کجا پول پیدا کنم؟ روزا خانوم که خودش را با باد بزن ژاپنیش باد میزد گفت من نمیخواهم خودم را قاطی این حرفها کنم. آقای قادر یوسف که سیب آدمش مثل آسانسور تون بالا و پایین میرفت گفت خانوم، وقتی ما بچه مان را بهتان سپردیم نانم توی روغن بود. 3 زن داشتم که در حال برایم کار میکردند و به شدت هم عاشق یکیشان بودم. امکان این را داشتم که برای پسرم یک تربیت درست و حسابی تأمین کنم. حتی صاحب اسم و رسمی هم بودم، قادر یوسف، که پلیس هم خوب میشناختش. بله خانوم، حتی یک بار با حروف درشت در روزنامه ها نوشتند قادر یوسف و پلیس هم خوب میشناختش. جور خوبی هم این اسم را میشناخت، نه جور بدی. آن وقت بود که بی اراده آن کار را کردم و خودم را به مخمصه انداختم. یارو مثل یک پیرزن جهود گریه میکرد. روزا خانوم خیلی جدی گفت هیچ کس حق ندارد بچه اش را مثل سنده ول کند و برود و خرجش را هم ندهد. و بعد شروع کرد با باد بزن ژاپنی خودش را باد زدن. تنها چیزی که برایم جالب بود این بود که بدانم محمدی که صحبتش بود من بودم یا نه. اگر من بودم پس 10 سال نداشتم و 14 سال داشتم و این خودش مهم بود، چون اگر 14 سال داشتم دیگر بچه نبودم و این بهترین چیزی است که می شود برای کسی اتفاق بیفتد. موسی هم که نزدیک در ایستاده بود و گوش میداد. خون خودش را کثیف نمی کرد، چون این مردک اگر اسمش هم قادر بود هم یوسف
مشکل میتوانست یهودی باشد. خوب توجه کنید، نمیخواهم بگویم که یهودی بودن شانس است. به هر حال آنها هم برای خودشان مشکلاتی دارند. خانم، نمیدانم واقعاً دارید با این لحن با من حرف میزنید یا اینکه به خاطر حالت روحیم اینطور فکر میکنم. اما من 11 سال از دنیای خارج بریده بودم و جسماً هم امکان بیرون آمدن نداشتم. یک گواهی پزشکی هم دارم که حرفم را ثابت میکند. شروع کرد با حالتی عصبی جیبهایش را گشتن. از آن آدم‌هایی بود که به هیچ چیزشان اطمینان ندارند و میشد به راحتی گواهی پزشکی نداشته باشند و فقط فکر کنند که دارند و حتی شاید فکر میکرد که رفته زندان. بیمار روحی کسی است که باید دائم به او توضیح بدهید که چیزهایی را که دارد ندارد و چیزهایی را که می‌بیند نمی‌بیند و این کار هم نتیجه خل شدن آنهاست. اما به هر حال یک ورقه واقعی از توی جیبش پیدا کرد و خواست آن را به روزا خانم بدهد. روزا خانم هم که روی زمین تف تف می‌کرد تا چیزهای بد به سراغش نیاید گفت: من از کسی گواهی نامه نخواستم. توف. آقای یوسف قادر گفت: حالا حالم کاملا خوب شده و نگاهمان کرد تا اطمینان پیدا کند که حرفش راست است. روزا خانم گفت: امیدوارم بهتر از این هم بشوید. حرف دیگری نمیشد زد. اما اصلا معلوم نبود که یارو حالش خوب شده. چشمانی داشت که کمک طلب می‌کردند و همیشه هم چشم‌ها هستند که بیشتر از همه محتاج کمکند. نمی‌توانستم برایتان پول بفرستم چون متهم به جنایت شده بودم و زندانی بودم. فکر می‌کنم دایی زن بیچاره‌ام قبل از مرگ برایتان پول می‌فرستاد. من قربانی سرنوشت شدم. مطمئن باشید اگر در چنان حالتی نبودم حتما باعث مرگ کسی نمی شدم. نمی توانم زندگی عایشه را برگردانم، اما می خواهم پیش از مرگم پسرم را ببوسم و ازش بخواهم که مرا ببخشد و در نزد خدا برایم دعا کند. این یارو داشت با این احساسات پدرانه و توقعهایش حالم را به هم می زد. اولا که دستمال به دست بدبخت اصلا به قیافه‌اش نمی آمد که پدر من باشد. پدر من می بایست یک مرد حسابی از آن حسابی ها باشد، نه یک حلزون لیز و خزنده. دوما اگر مادرم در حال زندگیش را میچرخانده و به قول یارو خیلی هم خوب میچرخانده، کسی نمی توانست ادعا کند که پدرم است. گوهشان بگیرند. به خاطر تعدد فراوان مشتریهای مادرم من به اجبار پدر ناشناسی دارم. وقتی فهمیدم اسم مادرم عایشه بود خوشحال شدم. این قشنگترین اسمی است که میتوانید تصور کنید. آقای یوسف قادر گفت: من خیلی خوب معالجه شدم. دیگر بحرانهای خشونت ندارم. از این بابت معالجه شدم. اما عمر زیادی نخواهم کرد. قلبی دارم که دیگر تحمل ناراحتی ها را ندارد. خانم، دکترها احساساتی شدن را برایم ممنوع کردند. میخواهم پسرم را ببینم، ببوسمش، ازش طلب بخشش کنم و گوه مرتی که عین صفحه داشت زرزر میکرد به طرفم برگشت و به خاطر هیجانی که گریبانگیرش میشد با ترس نگاهم کرد. خودش است؟ اما روزا خانم نه تنها حواسش جمع بود بلکه از جمع هم جمعتر بود. در حالی که خودش را باد میزد به آقای یوسف قادر نگاهی کرد. مثل اینکه از قبل داشت لذتش را میبرد. باز در سکوت خودش را باد زد و بعد به طرف موسی برگشت. موسی، به بابات سلام کن. سامبا. چون خوب می‌دانست که عرب نیست و گناهی نداشت که محتاج سرزنش باشد. آقای یوسف قادر از حد ممکن هم رنگش بیشتر پرید. ببخشید چی شنیدم؟ گفتید موسی؟ بله، گفتم موسی. خب که چی؟ یارو بلند شد مثل اینکه تحت تأثیر یک چیز قوی قرار گرفته باشد. گفت:
موسی یک اسم جهودی است. خانم من مطمئنم موسی یک اسم خوب عربی نیست. البته عرب ها همین اسم را دارند اما نه در خانواده من. خانم من به شما یک محمد سپردم نه موسی. خانم من نمیتوانم یک پسر جهود داشته باشم. بیماری همین اجازه را به من نمیدهد. من و موسی به هم نگاهی کردیم و موفق شدیم که نزنیم زیر خنده. روزا خانم متعجب به نظر می رسید. بعد باز متعجبتر به نظر رسید. خودش را باد زد. سکوت عظیمی همه جا را گرفت و در آن سکوت انواع چیزها داشت اتفاق می افتاد. یارو هنوز ایستاده بود اما از سر تا پا می لرزید. روزا خانم سرش را تکان داد و با زبانش گفت شما مطمئنید؟ خانم از چه مطمئن باشم؟ من از هیچ چیز مطمئن نیستم. ما به دنیا نیامده ایم که اطمینان داشته باشیم. من قلبم ضعیف است. فقط یک چیز کوچکی را که میدانستم گفتم. یک چیز خیلی کوچک را. اما بهش پایبند هستم. من 11 سال پیش پسر 3 ساله مسلمانی را به نام محمد بهتان سپردم. شما رسید یک پسر مسلمان به من داده اید به اسم محمد قادر. من مسلمانم. پسرم مسلمان بود. مادرش مسلمان بود. از اینها گذشته. من یک پسر عرب صحیح و سالم بهتان تحویل دادم و ازتان میخواهم که یک پسر عرب بهم پس بدهید. به هیچ وجه پسر جهود نمیخواهم خانم. نمیخواهم. همینو و سلام. سلامتی هم اجازه نمیدهد. خانم او محمد قادر بود نه موسی قادر. نمیخواهم دوباره دیوانه بشوم. البته هیچ دشمنی با جهودها ندارم. خانم خدا ببخشایدشان. اما من عربم. یک مسلمان خوبم و پسری داشتم در همین وضع و حال. محمد عرب مسلمان. او را صحیح و سالم تحویلتان دادم و ازتان میخواهم که همانطور هم به هم پسش بدهید. به خودم این اجازه را میدهم یادآوری کنم که نمیتوانم چنین هیجاناتی را تحمل کنم و در تمام عمرم به من ظلم شده. اسناد طبی هم این حرف را ثابت میکند و نشان میدهد که مظلوم بودم. روزا خانم با امیدواری پرسید خب پس شما مطمئنید که یهودی نیستید؟ آقای یوسف قادر صورتش به لرزش عصبی افتاد مثل اینکه روی صورتش موج افتاده باشد. خانوم من بدون اینکه جهود باشم مظلومم. شماها که مظلومیت را در انحصارتان ندارید. دیگر گذشت دورانی که مظلومیت فقط مال شماها بود خانوم. آدمهای دیگری هم به غیر از یهودی ها هستند که حق دارند مظلوم باشند. من پسرم محمد قادر را میخواهم که عرب باشد. یعنی در همان وضعیتی که مطابق رسید بهتان سپردمش. به هیچ عنوانی هم پسر جهود قبول نمی کنم. همینطوری هم به قدر کافی ناراحتی دارم. روزا خانم گفت خب خودتان را ناراحت نکنید. حتما اشتباهی شده. چون میدید که یارو حسابی از تو تکان خورده و اگر به چیزهایی که عربها و یهودیها بالاتفاق زجرش را کشیدند فکر کنیم دل آدم از دیدنش به رحم می آید. آقای قادر گفت وای خدای من حتما اشتباه شده و پاهایش مجبورش کردند که بنشیند. روزا خانم گفت مومو کاغذها را بیاور ببینم. چمدان بزرگ خانوادگیش را از زیر تخت خواب بیرون آوردم. از بس دنبال مادرم داخل آن گشته بودم هیچ کس بهتر از من از خرت و پرت‌های توی آن خبر نداشت. روزا خانم اسم بچه هرزه هایی را که بهش سپرده بودند روی یک تکه کاغذ می نوشت که هیچی هم نمی شد ازش فهمید. چون رازداری از خصوصیات خانه ما بود و مادرهای بچه ها می توانستند از این بابت مطمئن باشند. هیچ کس نمی توانست آنها را به خاطر اینکه بچه هایشان را پیش خودشان نگه نمی دارند لو بدهد و حتی اگر بیاری هم پیدا می شد که می خواست بفرستدشان به ابیجان و تهدیدشان می کرد که لوشان می دهد باز نمی توانست بچه را پیدا کند حتی اگر در کارش تخصص کافی هم داشت. همه کاغذ ماغذها را به روزا خانم دادم. انگشتش را تر کرد و شروع کرد از پشت عینکش به گشتن توی کاغذها.
انگشت را روی کاغذی گذاشت و با حالتی پیروزمندانه گفت آها، پیداش کردم. حدود 7 اکتبر 1956 یا یک کمی اینور و اونور. آقای یوسف قادر گفت اینور و آنور دیگر چیست؟ برای سرراست کردن است. در آن روز 2 بچه به من سپرده بودند. یکی مسلمان و یکی جهود. کمی فکر کرد و مثل اینکه چیزی فهمیده باشد صورتش باز شد و با خوشحالی گفت آها، همه چیز روشن شد. حتما در مذهبشان اشتباه کرده‌ام. آقای یوسف قادر با توجه زیاد گفت چی؟ چطوری؟ روزا خانم گفت حتما موسی را به جای محمد و محمد را به جای موسی بزرگ کردم. هر دو را در یک روز گرفتم و با هم قاطیشان کردم. موسی کوچولوی واقعی حالا در یک فامیل خوب مسلمان در مارسی زندگی می کند و خیلی هم وضعش خوب است. و محمد کوچولوی شما هم که اینجا حی و حاضر است، مثل یک جهود بار آمده با بار میتسوا و دم و دستگاه. بار میتسوا اگر درست تلفظ کرده باشم مراسم مذهبی که در سن 13 سالگی برای هر پسر یهودی برپا می کند. خیالتانم می تواند راحت باشد چون همیشه هم کاشر خورده. آقای قادر یوسف که از بس وا رفته بود قدرت بلند شدن از روی صندلیاش را نداشت با صدای تیزی گفت همیشه کاشر خورده یعنی چه؟ پسرم محمد همیشه کاشر خورده، بار میتسوا هم داشته، پسرم محمد جهود شده؟ روزا خانم گفت در شناساییشان اشتباه کردم. به هر حال توی تشخیص هویت هم می شود گاهی اشتباه کرد. خطا ناپذیر که نیست. پسر 3 ساله که چندان هویتی ندارد ولو اینکه ختنه‌اش هم کرده باشد. در مورد ختنه کردن هم اشتباه کردم. محمد شما را مثل یک یهودی خوب بار آوردم. خیالتان راحت باشد. تازه وقتی آدم پسرش را برای 11 سال ول می کند و می رود نباید تعجب کند که یهودی شده باشد. آقای یوسف قادر با ناله گفت آخر من توی بیمارستان بودم. نمی توانستم کاری بکنم. روزا خانم با لبخندی مهربان گفت خب عرب بوده حالا یک کمی یهودی شده اما به هر حال کوچولوی شماست. یارو بلند شد. از بس عصبانی شد نتوانست بلند شود. بعد با غیظ گفت من پسرم را عرب میخواهم، پسر جهود نمیخواهم. روزا خانم با مهربانی گفت اما آخر این همان است. همان نیست، برایم غسلش دادند. روزا خانم که به هر حال برای خودش حد و حدودی قائل بود تف کرد. توف غسلش نداده اند. خدا از سر تقصیراتمان بگذرد اگر چنین کاری کرده باشم. موسی یک یهودی کوچولوی خوب است. اینطور نیست موسی؟ مگر نه اینکه تو یک یهودی کوچولوی خوب هستی؟ موسی که این مسئله به تخمش هم نبود با خوشحالی گفت بله روزا خانم. آقای یوسف قادر بلند شد و ما را با چشمانی پریشان نگاه کرد. بعد شروع کرد پاهایش را به زمین کوبیدن انگار دارد در جا رقصی را با نومیدی اجرا می کند. من پسرم را در وضعیت حسابی یک عرب می خواهم، نه در وضعیت ناحسابی جهودی. روزا خانم گفت عرب و جهود در اینجا با هم تفاوتی ندارد. اگر پسرتان را می خواهید در همین وضعیتی هست که باید قبولش کنید. اول میزنید مادر پسرک را میکشید، بعد میگویید بیماری روحی داشته اید. حالا هم سر و صدا راه میاندازید که پسرتان یهودی شده و یهودی درست و حسابی بار آمده.
موسا برو پدرت را ببوس، حتی اگر از این کارت بمیرد. هرچه باشد پدرت است. در حالی که 4 سال به سنم اضافه شده بود و خوشحال بودم و آرامش پیدا کرده بودم گفتم ولش کن بابا. موسی یک قدم به طرف آقای یوسف قادر برداشت و او چیزی گفت که برای مردی که نمیداند دارد درست میگوید وحشتناک بود. فریاد زد این پسر من نیست. بلند شد، یک قدم به طرف در برداشت و در اینجا بود که اتفاقی خارج از اراده خودش افتاد. به جای اینکه به قصدش عمل کند و از در بیرون برود گفت آه و بعد گفت اوه و دستش را گذاشت سمت چپ تنش، همان جایی که قلب را گذاشته اند، و روی زمین افتاد. مثل این بود که دیگر چیزی برای گفتن نداشت. روزا خانم که خودش را با باد بزن ژاپنیش باد میزد چون کاری غیر از این نداشت که بکند گفت چش شده بگذار ببینم. نمیدانستم مرده یا اینکه برای یک لحظه اینطوری شده، چون هیچ حرکتی نمی کرد. منتظر ماندیم اما حرکت نمی کرد. روزا خانم داشت نگران می شد چون همین مانده بود که پلیس بیاید سراغمان، که البته وقتی هم آمدنش شروع می شد دیگر تمامی نداشت. به من گفت فوراً بروم کسی را بیاورم تا کاری بکند. اما از آرامش کاملی که روی صورت آدم‌هایی که دیگر حرص و جوش نمی‌خورند وجود دارد فهمیدم آقای یوسف قادر کاملاً مرده. آقای یوسف قادر را مقداری نیشگون گرفتم و رفتم آینه آوردم جلوی لب‌هایش گرفتم. نه، دیگر هیچ مشکلی نداشت. طبیعتاً موسی زد به چاک چون همیشه با فلنگ بستن جورش جور بود. من هم دویدم تا برادر نظام رو پیدا کنم و بهشان بگویم در خانه‌مان یه مرده داریم که باید بگذاریمش توی راه پله ها تا مردم فکر نکنند توی خانه ما مرده. آنها هم آمدند بالا و او را روی سرپله طبقه 4 جلوی در آقای شارمت گذاشتند که فرانسوی اصیلی بود و میشد چنین چیزی برایش اتفاق بیفتد. اما با تمام اینها رفتم پایین و کنار آقای قادر یوسف نشستم و لحظه ای ماندم. با اینکه میدانستم برای یکدیگر کاری از دستمان ساخته نیست. دماغی داشت بسیار درازتر از دماغ من. اما گند زندگی دماغ آدم را آویزان می کند. توی جیبهایش را گشتم تا شاید یک یادگاری پیدا کنم، اما فقط یک پاکت سیگار بود. گلواز آبی. فقط هم یک سیگار توی آن بود و همانطور که در کنارش نشسته بودم آن را کشیدم، چون بقیه‌اش را خودش کشیده بود و از اینکه همان را که باقی مانده بود کشیدم یک حالی شدم. حتی کمی هم زر زدم و از این کار خوشم آمد. انگار کسی را که به من تعلق داشت از دست داده بودم. بعد صدای آژیر پلیس امداد را شنیدم و زود رفتم بالا تا گرفتار دردسر نشوم.